حقوقا رو ریختن. خوشبالتون ما که هنوز نریختن. بر ما رو تو هفته پیش ریختن. ببخش شما نوع استخدامتون چیه؟ جان من رسمی ام. من شرکتی ام. من قراردادی ام. کارانا ریختن. وای شکر. کارانه چیه؟ فکر کنم تحت پوشش کمیته. آخه تفلی. ببخش شما چه حقوق میگیری؟ دیگه والا آقا با اضافه کار و حق ماموریت اینا کفش 30 تومن. نه خب خدا رو شکر ما شیرین 15 میگیریم. مگه به شما پول میدن؟ به شما نمیدن؟ من ماهی 1 میلیون میدم تا اجازه بدم بیام سر کار. فقط میزه ذره لقه اگه ایشو یه اعتراض میکنیم خیلی خوب. نه لغ نیست میشه کار کرد. آقا اعتراض کردم میرم میذارم زیر گوش رئیس. نرو اخراجت میکنه. غلط کرده بابا رسمی ام. خوشحالش من یه بار دیر سلام دادم به رئیس 6 متعلق من کرد از خدمت. ولی خب من خدا رو شکر منضبطم. کارامو دقیق انجام میدم. فرانی جناب آقا. اخراجی چرا آقا؟ به خاطر میز لقه. میزنم لغه. بابا سلام.